این چی خوراک است؟ هر روز یک خیل خوراک میپزی. تو من عقل داری نداری؟ یا قصدن میکنی؟ هر روز باید عصبی من رو ویران کنی؟ مادر جان در خانه یگان محصولات خوراکه نداره. چیزی که بود با اون تیار کردم. کارهای خانه را کردم، خسته شدم. خسته؟ روزی در روز در خانه چیکار میکنی که خسته شدی؟ دائما تو باید بچه‌م. گپی من گپ گردانی، عقلکی میکنی. در خاطر دار در این خانه فقط گپی من قانون است. رو زونکت را گیر، این خوراکت را بر، دیگر خوراک بیار، من این را نمیخورم. فهمیدی؟ من تنها احترام میخواهم، چیزی بیشتر نه. خاموش. در این خانه من مرد هستم. در این خانه من فقط گپ میزنم. بچم او بچم کویا بریم برو. باز یوتا جون میبرایم. لابا یوتا جون. اینجا بیا. تینجیا برای چی وقتای آخر اینقدر آوازات بلند بر آمده است؟ یوتا جون آخر زنم عصبم رو ویران میکند. من رو نمیفهمد. بچم کلین چندین بار با من گفته بود که در خانه خوردنی نیست. آخر نفقه من با مزد فراشی کلین به همین قدر میرسد. با زمین تو کار نمیکنی، باز با بیچاره کلین همچی از غلام رفتار میکنی. میدونی گپی قبیح چی میکنه؟ وای اول دلت میشکنه، بعد عائلت میشکنه، بعد خودی تو میشکنه. زن غلام نیست بچم، زن همسفر حیات است. آخه یوتا جون خاموش. اون اشکی که او در پنهانی میریزد فردا لعنتی زندگی تو میشود. مرد بودن با داد و فریاد زدن نیست، مرد بودن با احترام است. مادامی که خوراک هر خیله میخواهی برآمده برابر زنت کار کن. مرد اون نیست که نفقه عائله را تأمین میکند، نه اینکه در جوانی نفقه خوری عائله شود. زنک من رو ببخش. من تو رو با سخن کشتم. نمیدانستم که سخنی بد اینقدر درد دارد. من تنها یک همسفر میخواستم، نه حاکم.